سلام به همه دوستان. ماشین من MVM 110 مدل 93 هست و 4 سیلندر 1100 سی سی. تقریبا کمتر از 3 سال ماشین دست منه و توی این مدت هیچ مشکلی با استارتش نداشتم. با نیش استارت روشن میشد و خیلی عالی بود، ولی تقریبا یه چیزی حدود 1.5 ماه که متوجه شدم در واقع وقتی مخصوصا دمدمای صبح که ماشین شب خوابیده بوده استارت میزنم نیاز هست یه مقدار گاز بدم تا ماشین دل بگیره و خب آروم و نرم جلو بره، ولی اگر این کارو نکنم ماشین اصلا روشن نمیشه. و خب قبلا اصلا این مشکل رو نداشتم. یه مدتی گذشت دیدم این مشکل حتی داره ظهر، بعد از ظهر، شب که من ساعت‌ها دارم از ماشین استفاده میکنم بازم ادامه داره. برای همین بردمش پیش باتری سازی گفت احتمالاً از باتری. چکم کرد گفت یه مقدار باتری ضعیفه، ولی من تاییدش نکردم خودم، چون این مقدار که از ماشین استفاده میکردم نه استارت داره قوی میخوره، یعنی کل سیستم سوئیچ و برق و اینا همه داره قوی عمل میکنن. مشکل احتمالاً از اون نیست. شک کردم به سیستم برق، بردمش پیش برقکار خودرو، چند جا نشون دادم و همه تقریبا گفتن احتمالاً مشکل از استوپره. در نهایت پیش برقکار معرفی شده که آدم مورد اطمینانی بود بردم و نشون دادم و گفتش که آره احتمال داره از اون باشه و من حالا سعی میکنم مرحله به مرحله اول با شستشوی استوپر و قطعه همون دهانه سر موتور، ورودی هوا، با اون شروع بکنم ببینم اگر با اونا مشکل حل شد، شاید کثیف باشه، کربن گرفته باشه، بعد بریم ببینیم قطعات دیگر هم چک کنیم. که ما چیز کردیم، اومد اون قطعه رو تمیز کرد، استوپر رو تمیز کرد، گذاشت، بازم استارت زدیم دیدیم هنوز مشکل ادامه داره. شک کرد به شمع و وایر، گفتش که اگر میخوای، گفتم که آره اینم چک کن. با اینکه من برج 3 امسال و الان برج 12 است، من برج 3 امسال شمعای ماشین رو عوض کرده بودم، وایرها رو عوض کرده بودم و یه دونه از انژکتورها که یه بار هم خراب شده بود و متاسفانه دوباره همون خونه انژکتور خراب شده بود، چون جنس وارداتی و جنس بی‌کیفیت هست متاسفانه قطعاتی که الان وارداتی و تو بازار، دوباره همون قطعه مشکل خورده بود. برای بار دوم انژکتور رو عوض کرده بودم برج 3 و اینجا اومدیم در واقع گفتش که خب من انژکتور رو هم باز میکنم، گفتش بشورمش که احتمال داره از انژکتور هم باشه، یعنی کثیفی انژکتور هم میتونه باعث این اتفاق بشه. گفتم بشور. یه چیزی حدود 450,000 تومان الان که سال 1402 اسفند ماه هزینه شد که برای شستشوی انژکتور. 200,000 تومان بازدید شمع‌ها و در نهایت متوجه شد شمع‌ها هم با اینکه شمع در واقع خود چری هست و من برج 3 گرفته بودم اونم باز دچار مشکل شده بود. تقریبا این چیزی حدود 580 تومان من پول شمع دادم. دوباره همون مارکو دوباره یک وارد کننده دیگه به من داد و گذاشتم و در نهایت گفتش که احتمالاً وایراتم، وایر چون ایرانی گذاشته شده اون رو هم باید عوض کنی. وایرم عوض کردم، یک وایر خوب تقریبا 680 تومانی وارداتی، باز از همون نمایندگی چری گرفتم و گذاشتیم. تمام این مراحل انجام شد، در نهایت بهتر شد، ولی مشکل به صورت اساسی حل نشد. یعنی با اینکه کل مسیرش رو ما بررسی کردیم و شستشو شد، تمیزکاری شد، یعنی شمع نو شد، وایر نو شد، انژکتور شستشو شد، تست شد، دهانه ورودی هوا همه قطعاتش نظافت شد، در نهایت مشکل اونقدر را حل نشد ولی خیلی بهتر شد. واقعا ماشین جون گرفت، خیلی بهتر از قبل شد و یه مقداری اومد ریگلاژ گاز رو بیشتر کرد، گفت کمک میکنه به این که در واقع یه جون بیشتری به ماشین بده، ولی لزوما مشکل رو حل نمیکنه. فعلا با همین اوکی شد. خب بعد از این همه نظافت و تعویض قطعه، ببینید با اینکه حالا هنوز هم شک هست که خود استوپر مشکل داشته باشه، من یه استارتی ماشین میزنم ساعت 9:53 صبح، حدود 1 ساعتی با ماشین رانندگی کردم و صبح زود که استارت زدم بعد از یه روز تعمیرش بازم یه کوچولو نیاز به گاز دادن داشت که جون گرفت، ولی در دفعات بعد که استارت زدم دیگه مشکل کمتر شده بود و خودش تلاش میکرد ماشین رو تنظیم بکنه. حالا با هم روشن میکنیم. دور موتور نکنید، تنظیم نیست، یک کم که میگذره خودش رو تنظیم میکنه. حالا الان بالا بود، دفعه پیش استارت میزدم دور موتور زیر 1000 بود و مثلا رو 700-800 بود، بعد خودش رو تنظیم میکرد. الان دیدی الان بالا بود دوباره اومد پایین،
چون همیشه معمولا از زمانی که من این ماشین رو داشتم دور موتور بعد از استارت اولیه زیر 1000 تقریبا رو همون 800 شاید اینجوری در نظر بگیریم. الان دیدید بالاتر بود اومد پایین. دفعات پیش از دیروز که من استارت می‌زدم پایین‌تر بود میومد بالا، بعد خودشو تنظیم می‌کرد. یعنی خیلی ماشین خفه تر بود. الان هم شاید دلیلش اینه که از صبح 1 ساعت باش رانندگی کردم، ماشین جوندارتره ولی از بالا، از دور موتور بالا میاد پایین و در نهایت من احساس کنم که باید سوپر در حالا ماه‌های آینده به فکر تعویض کردنش باشم. چیزی که بخشکار خودرو گفتش که این سوپر این ماشین چون سر هم هست با کل قطعات با همه، باید کل دهان موتور رو عوض کنی که یه چیزی حدود 4.5 میلیون الان هزینه‌شه و شاید هم قطعه اصلی نتونی پیدا کنی، مجبور باشی استوک بگیری و این کار هیچ تضمینی توش نیست. یعنی ممکنه که حتی مشکل قطعی حل نشه، ولی فعلا مشکل منو تا این حد این کارهایی که انجام دادیم حل کرده. چیزی حدود 2200 هم هزینه شد. ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید و همراهی کردید. متشکرم از اینکه در چالش‌های بعد با من همراهید.